دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر با چند روز صبر و انتظار بتوان از جنگ و کشته شدن مردم جلوگیری کرد، این کار خوب است. او این سخنان را درباره گفتگوها با ایران و احتمال وقوع جنگ‌های جدید در منطقه مطرح کرده است. در حالی که منطقه چشم انتظار این است که آیا موج تازه‌ای از جنگ آغاز خواهد شد یا نه، من هرگز خسته نمی‌شوم. اگر با چند روز صبر بتوان از جنگ جلوگیری کرد و مانع کشته شدن مردم شد، به نظر من این کار بسیار خوب است. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران همچنان آماده پیگیری همه راه‌های حل دیپلماتیک است. آقای پزشکیان در ادامه افزوده است تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم از راه فشار تنها یک خیال و توهم است. و اگر کاری بکنیم که فقط برتری بر اساس توانمندی و خدمت به مردم باشه، نه بر اساس حزب و جناح و دسته و نمیدونم نژاد و جنسیت، مردم همه در صحنه باشن، هیچ قدرتی نمیتونه مردم ما رو، به ایران ما رو، به کشور ما رو به زانو در بیاره. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است که وزارت خارجه در هر جایی که لازم باشد مبارزه می‌کند و در هر جایی که نیاز باشد گفتگو انجام می‌دهد. او افزوده است که فعالیت‌های وزارت خارجه در هماهنگی کامل با اهداف بزرگ نظام پیش می‌رود. هر جا لازم باشه بجنگیم می‌جنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره می‌کنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. دوران بزن در رو تمام شده. در عرض یک سال 2 قدرت جنایتکار و کودککش اتمی ناجوانمردانه به ایران تاختند. همه قوانین و مقررات بین المللی رو شکستند. کودکان مینابی رو در پای شیاطین اپستینی قربانی کردند. اما نتوانستند ملت بزرگ ایران رو به زانو درآورند و هیچگاه نخواهند توانست. این در حال است که فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ برای خودداری از حمله به ایران و دادن فرصت به مذاکرات دیپلماتیک استقبال کرده است. به نقل از شبکه خبری الجزیره، این مقام عربستان سعودی از هر اقدامی که باعث کاهش تنش و جلوگیری از جنگ در منطقه شود حمایت می کند.